اینا میزده عبارات خونت زیاد میشه. انا اون خونش باشد یا که مزار؟ نه. اگر اینا گردو راه رفتم یوز بیاید چه این؟ اوزی اونم تا. غوتی غوتت میکنم، مندلا غوتت میکنم. این خونه اکه قدم ایو؟ گفتی که خودت غدغد میکنیم. غدغد میکنیم. بانی ساده ماده پروشکی بگی بیاد چی کن. یکی بکنم را جادوگر میکنه که. دامنون خواه خنده تر میکنم میدم میگفتی خیلی گوش بچنم خوب. سلام تماشابینان عزیز. شما بار آخر قدم قربان رو کی دیده بودید؟ مدتی است که این سراینده نه سرود میخواند و نه به توی معرکه ها میرود. همچنین اوضاع اطراف قدم قربان خیلی زیادند. یکی میگوید که او با کرونا ویروس گرفتار شده است و در حالت کما قرار دارد. دیگری باشد میگوید که معشوقه هایش به قدم قربان جادو خوراندند و احوال قدم قربان نهایت وزنین است. محض انا همین خبر و آوازه ها سبب شدند تا ما در انا همین هوای خنک و بارانی به خانه قدم قربان به ناحیه شوراباد سفر نماییم و از حال او با خبر شویم. میرویم ما رو هم سفر باشیم. این آوازه‌هایی بودند که هفته جاری اینترنت را به لرزه می‌آوردند. ما کارمندان سامانه اویلتیجی محض به خاطر فهمیدن حقیقتی حال راه جانب دهه چگم نویه شمس‌الدین شاهین را پیش گرفتیم. هنگام حرکت در راه دوشنبه هوا به نظر خیلی ابرناک می‌نمود. وقتی به نورک رسیدیم باران با شدت به باریدن در اومد. شمال بحر نورک ما را در یک لحظه عکسگیری قریب به آسمان پرانده می‌برد. شهر کلاب نیز بهاری به نظر می‌رسید. همه جا سبز و خرم، کس گمان نمی‌کند که فصل زمستان است. برابری به ناحیه شمس‌الدین شاهین رسیدن تخم ترس و هراس در دلمان کشیده شد. از پس تو بلندی‌های راه و موضع‌های کنده و خاک‌توده این ناحیه سخت به تشویش افتادیم. یک سو تلو پشته‌های بتک از سوی دیگر جرونی شیبه‌های دهشتناک هر لحظه پیش رویمان برآمده ما را به تهلکه می‌آوردند. در یک گوشه این موضع دهقانان به کشت و کار مشغول بودند. بوی بهار هر لحظه به مشاممان می‌رسید. تا رسیدن به دهه چگم ناحیه شمس‌الدین شاهین ما کارمندان اویله چند بار کلمه ما را عرضه نمودیم. قدم قربان بهوده در سرودش سری پاورو تعیین میگفته است. ما به حساب میانه 19 گردش را تعیین نموده بعداً وارد دهه چگم گشتیم. نامدی کار رو بینید که در یک سنگاب سیلگذر ماشینمان در ماند و ما از نوعلاجی همراه شبنم پای پیاده صحبت کنان راه خانه قدم قربان را پیش گرفتیم. قدم قربان آیا در خانه‌اش باشد یا نه؟ گفتن که بیمار است. البته در خانه است. همین آوازهایی که در شب پخش بهوده نیست. انیق. شما شنیده بودی؟ نه شنیده بودم. از برای می خبرها نوشتن که یک بار از اول قدم قربان خبر گرفت در حالت ناگوار قرار دارد. برای باور کردن ما این روز اومدیم. انا اون خانه‌اش باشد یا که مزار؟ نه. وای اکه رستم؟ این خونه اکه قدم ایو؟ ای پیچکش در علاو کرده این همه جا پریدود؟ من گفتم که ما شخصانی به تقدیریم. این قدم در خانه‌اش می‌آییم. همین میدونن خبرها اومدگی چی یا که؟ رنگی که خبر یافتن که ما می‌آییم. بیا خیلی خپ دم می‌درویم. آواز تا بلند نکن. به آواز خپ دم آ. تشکر با خیر راننده که شبنم جون غمی ما را خورد و ماشین در همون دره پرت افت و بروی ما را آورده یا ناز کردم در این تاریخ چی خیلی بردی اینقدر توفه و خریدگی آوردگی تو شخصی خوشبختی کجای کلبی خورت برار می‌آورد. تماشابینان عزیز این آوازه‌ها به اساس نبودند و در حقیقت قدم قربان سخت بیمارند و چنان خود شما میبینید. اکای قدم چی بیمار شده اید؟ کرونا ویروس یا یگان بیماری دیگر که اینقدر افگار مانده؟ نه یکی خدای شما تا این درد خدا مانده یکم شگرونه شد انا کرونا ویروس نیو این همه ایموی اکتبر هم کاکشش که هم کتابات کنیم در منم هم مجور میرن تشخیص میکنن سوزه هم پریز تو پایم جمعی قپا هم پشت مقپا دیگه در کدام دکتر؟ مدد اکبر نه دکتران نسبت بیماری ها چه دکتر؟ نه هم تبابات کنیم من شاید
15 روز خوب کردیم ژلودکا گفتم من اون ژلودکام در نمیکنم کم پختزنه گوری کور میکنم انمی چی بالایه انمی طرف راسته میخفه دیگه سر نمیده. در شهر آوازه است که قلم قربانان جادو خوراندن. یکی بکنه میره جادوگری میکنه هر که هرچی میگم ما نمی کنجی خونه داریم من چی بدم دنیا چی گفت چپه اینترنت کار نکنی آن دشمناتون یگان دارو دادن ما ای وقتی هم بچگیم یعنی خیلی تری هر جدا خودخوری ندارم ای وقتی میرفتم مرکم هم میگذاروندم بعد من خونه دارم نون قول خونده تر میکم میزم میگفتی خیلی گوش بجن خود او یقون دارم نیست ای درد خدمان در شگرونه کنده کن خیلی دوده با خودش میگیره بر روز ساعتش هم که خیلی که جوی طبیب تنه برای دکتر و طبیب هم کمده گفت رفتیم توزی را درد نمیوان اگر این گردو را رفتم یوزبیه چه؟ اوزی اونم تری یوزبی پزبکی تمام جورا میبینم یگان در ندارم بود راچی گرده گفت که من سپیسیالیستم 20 سال هم ساده کار میکنم 100 سال گردوی تره گردن میتونم که اون ساده هم خیلی خون مثلا ایدن سال در خونه بیمار شدن؟ چه خیلی بیمار شدن؟ اونم خیلی درد میکرد من پیشم تره استیک درد میکرد من نه بیزبولش نیه که او کل یا او کل میکنم حرکت هم میرفتم همیا نمیدادم کل میکردم درد نیست میشید مرکم هم میگذارم پرون نداشت میزنم هم کاکوش که اقلا هم درد هم میفتیم که مثال هم فهمه که همین درد میکنه فلان دورو را میکنه همین چی میشه نمیشه نه خیلی شما خوش اومدیم به خدا یادیم ما که سلامت بشین من خیلی دیر درک خدماتون دیر درک گفتیم من چه سال شده وزی خیلی هر کدام به زندگیش دیگه بوسیگم یگون شنو سنر گفتم که ما بانیسه دایم ما در پروشکی بگی بیاد چی که آمدن خبر گیری شکرونه یور رفیق خبر افتاده که هم محبوب کم تو هم کسباتون آمدن یگون تشد یگون دقیقه یگون چی نبان مرا ژلودکا گفتم چی میکردن کارش گفتن که هم ژلودکا برم من ژلودکام در نمیکنم کاری گندخرم نیستم این هم جای نمیدونم قسمی راسته میقفا دیگه سرنم یالخ میستم یالخ میقفا نمیکنه اوضاع با کوما غلطیدنتون هم درست است؟ کوما؟ یعنی چند مدت بهوش به یاد خوب بودید؟ آخه هم میگم که هم دردم خیلی جقیده کن که در چی بردن من این عرباچه چیه؟ من تایی در پون امید من کندگی بدم بعد خدا رشک در سختی باید جقیده خواهیم باوری داشتید که بود دوباره چشم وامی خیلی هم میگم که چیزی که در نصیب باشه ندیده ایلوش نیست حقا شکرونه خدا کنده این دستی مو بنده ایچی نمیاد اگه قدم شما از ماه اکتبر بیمار بودین اما همین طورم و بیماری نگاه نکرده ثبت کلیپای نوتان وقتی که در چی بدم من سبدم اون نقشه را وقت سلامتیم سوز بود او همونجا در اگر بایدتون باشد در همون که فارغ زبس که بود همون چین مزه هم نبود پیش هم کسا چیدن وقتی رفتیم استودیا در زبس که سرودی ملکه درکو بعد این نام برو در زبس که من گفتم که اگر خداوند گفتم عمر من باقی باشه گفتم همین چیز هم میبرم گفتم همین دیگه همون جا مزه هم نبود اون بانیسان اقل لبدم
دیگه سلامتی باوری نداشتم. بعد استودیودا خوندم چیرا سرودا خوندم دیگه غلطیدم بعد بچه من خواهم فرق شما من خواهی کنم تا که خواهیم چکم بکنیم سیبسون این کلیپ میمونه تری مردم اجده دورم بعد با مو حولم خیستم او کولم کن او میگه جای ننگه جای جنگ همونجا دارم هم مالکه داره کنم همونجا مازم نیسته جو کول کردم بی فرایمون که جونم درد کرد. بخاطر مخلصا؟ بخاطر مخلصا که او با نگن که چیکن. اونجا دا دیگه فرای آوازم بلند نبود اونجا. بعدی سبتی سرودی غوتت میکنم، مندلا غوتت میکنم. بسیار آدما بحث‌های جدی حتی در دایره آن همین سرود در سامانه‌های اجتماعی بسیار بحث‌ها بودن که سخن‌های قبیح هست با قول آن همین غوت، آن همین مندلا غوت. سببش نه. خب ما گفتم که ما در همون وقت در همونجا سخن کم صنعتکار گفتی استاد قیمدین چاقل ما هیچ دورم مرا همیان دیدم همین صنعتکار با همیست زنبور های زنبور چکله همی سرسر گل فرمیگرده ما ایس خانو را لگیم بوی نمیگم سرسر گل فرمیگرده فقط چی؟ گل چی داره؟ شیره هم گل جمع میکنه میوره رمکده میتکن اصل آماده میکنه وقتی مینه هم رو هم پیچ کنم بعد میخوایی اصلا جون رو راحت میکنم ما تمام همون جوی شغلونه خدا آیروی هم کسبه چی تاجیکستان رفتگیم هر خیلی لحظه قطعی لحجه هر جو هر خیلی و خوردگیم ششتگیم من این تیری سواد میکنم یک گوله یک گفت دانم من امور سره ده تیری سواد میکنم اوه برای همون جوره همون گوشی بسیارش لحجه را نمیدونه انا لغت ها نمیدونه هم سبب باید هرچی مینه همین غوت مندلا غوت لحظه کجای؟ مردم دارو چی معنا دارد همین؟ اوخی خروک های گوتون کن بعد اونا برو وردون کنم جدا یا قروتاوی خدمانا در درواز غوت مندلا غوت غوج میگن مسکفتی را مسکفتی را در جا غوجت کنم در هر جا هر وقت ارزان تیجی کی آمد جانی مردم در آمد مال فروختن خواهی یا که خریدن خواهی ارزان بازاری تیار رو مقصدت به دست آر آسان رایگان ارزان نقطه تیجی سایت اعلانهای بیپول اکه قدم رحمت کردم که قدر بیمارم بودین لیکن مرا خوب مهمانداری کردین اهل گروهی ایجادی سامانه اویلا امروز مهمان شما شدیم این قدر خوراکی بالعزت برای ما آماده کردن انگمان تشکر زیاد باور دارم که به نزدیکی با کلی شفا میابید انشالله و باز شما رو امید داریم که در روی صحنه دوباره ببینیم چون که آباد کننده توی معرکه ها کنسرت ها شما هستین. سلامت باش. همین میگه دردی آدم میگیره همین روی جوگا بغلتی میگوی هم مسلمان در میله کنه دقت کنی ای درد هم فراموش میکنه اینه که خیلی همین خداوند ای خداوند امید داریم که دردمون تیسر نشوم و دوباره با همون مخلصه سرودوی نه و با نمونه پیشنهاد کنیم. هرچند که ما امید داشتیم که این دفعه هم یک برنامه خوب جالب و شوخی‌آمیز تهیه کنیم اما در حقیقت چون اکای قدم سخت بیمار بودن در حالتی خیلی هم ناگوار بودن ما این گونه برنامه رو شما باور کنید شامنامونو پیش گپ بده شما مرا شنیدین که کسله او خبواری نکنه برام بسمرتنی قدم بقوله برای همون دیگه انشالله تن صحت باشه با برنامه شوخ شم میکنیم
بعد میایم و قوطی قط مندلقات میکنیم. بله بله. میشینیم چاق میکنیم. گفتی که باید خدر غد میکنیم. غد میکنیم. بله. های دوی آخر شما یک دو تید که ما سفر به خطر به دوشان میرسیم. این الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین برحمتک اللهم. انا پروردگار خیریت سفرتون تا عزت آبروتون پیغمبر و شفاعتگاه صاحب اومدین سلامت با پیش فرزندتون بفرد که بکنم کبیر. الله اکبر شکر کنیتون که قدم رحمت کلام. ایستان احتیاط کنید. نه شاو بستین اوکی. حتما ان شاء الله. мехоҳед хонаи табдили худро пайдо намоед. вақти худро беҳуда сарф накарда ба arzon.tg дароед. бо мо пайдо кардани манзил хеле осон аст. осон, ройгон. arzon.tg сайти эълонҳои бепул.